این مرد یه زامبی رو به دوچرخه ثابت بسته و یه سطل آورد و یه تیکه گوشت کهنه از توش در آورد. گوش رو جایی آویزون کرد که زامبی نتونه بهش برسه. زامبی هم اونقدر عوضی گوش کرده بود شب و روز رکاب میزد. مرد با این حرکت پمپ آب باغچه‌اش رو راه انداخت. بعدش شیر گازو باز کرد و ماسک زامبی رو برداشت. از نفس گندیده زامبی برای سوخت منقلش استفاده میکنه و باش استیک آبدار درست میکنه و نوش جون میکنه. زامبیای بیرون هم با دیدن این صحنه حسابی حسودی میکنن. بعد رفتن سمت اتاق برق، جایی که دوتا زامبی مثل کارگرای بدبخت شب و روز بدون مرخصی حقوق برق تولید میکردن، یه نگاه انداخت و دید یکیشون دیگه تکون نمیخوره. بدون معطلی بهش شلیک کرد و جنازه‌شو انداخت بیرون. سریع یه زامبی جدید اسیر کرد و جایگزین قبلی کرد. بعد نوبت تمرین روزانه شد. روی سر یه زامبی قفس ققنوس گذاشت و شروع کرد به تمرین کینگ بوکسینگ. بعد از تمرین یه تیکه گوش رو پرت کرد سمت زامبیای گرسنه بیرون تا سرشون گرم بشه. آخر سرم پرید تو ماشین زامبی کششون، رفت سر مسابقات جهانی کینگ بوکسینگ در شهر لس سانتوس.